السلام علیکم برادران عزیز. پیش از همه برادرای عزیز لایک подписаться میچقیم و حتما کانال دیریان میکنیم. برادرای عزیز، روز امروز 18 آگوست در بانک ملی تاجیکستان 164 سامان شده است و در بانک اسخه در الفبان اسپیتم اینبان و دیگر بانک ها باشد 1000 روبل 163 سامان و 50 درهم. دلار در بانک ملی تاجیکستان 10.25 یورو باشد 10.44. از همه شما خواهش میکنیم برادرها لایک подписаться فراموش نمیکنیم و دستگیری شما پیشروی ما باقی سربلند و آباد باشین.